عنوان امروز من شما درباره اخلاق حسنه و فواید آن در دنیا و در آخرت می باشد. اخلاقی که ما انجام می دهیم فایده آن در دنیا و در آخرت چقدر می باشد. چرا آخرت ذکر کردیم؟ به خاطر که کفار دنیا هم اخلاق دارند، اما او اخلاقی از اونا در آخرت برایشان فایده نمی بخشد. عنوان ما و مسلمان برادر ما هست، و پدر مسلمان ما هست، و خواهر و مادر مسلمان ما است که اخلاق بکند و فوایدش را در آخرت، در قبر و قیامت، در روز محشر، در وقت جان کندن انشاءالله که می بیند. پس قرآن مبارک از بزرگترین خوش اخلاق و سردار خوش اخلاق ها ذکر می کند و یادآوری می کند. بسم الله الرحمن الرحیم. پیغمبر نازنین محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم را می گوید و انک لعلی خلق عظیم. ای رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم، تو دارای خلق عظیم هستی، یعنی اخلاق عظیم را تو برخوردار هستی. الهی اون اخلاق رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم را شمعی و چکیده‌ای و ذره‌ای بر ما بیچاره ها نصیب بگردان. آمین. و انک بتحقیق که تو یا رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم دارای خلق عظیم هستی. از بیبی عایشه صدیقه عفیفه و مطهره، مجاهده، مفسره، داعیه پرسان شد اخلاق رسول الله صلی الله علیه و سلم چی هست؟ بیبی عایشه مفسره و محدثه گفت آیا شما قرآن نخواندین؟ گفت بله قرآن خواندیم. قرآن مکمل اخلاق رسول الله صلی الله علیه و سلم. با قرآن مراجعه بکن، اونجا اخلاق رسول نازنین را پیدا میکنی. و انک بتحقیق که تو یا رسول الله صلی الله علیه و سلم دارای خلق عظیم هستی. پیامبر نازنین محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم به طرف خانه حرکت میکنه. در مسیری را یک کم پیرزنکی دم رویش می آید، یک بوجی، یک ذره هیزمی به دستش است، او را حمل کرده به طرف خانه خود میبرد. برایش میگوید آیا من این را تا خانه را با همراهت ببرم؟ میگه خوب است جوان فرزندم، خوب است که همراه ما ببری. این بوجی این کم پیرزنک را حمل میکنه، در مسیری را سخن گفته می رود تا دهن خانه اش را بالاخره دان دروازه می رسن. پیامبر علیه السلام میگه نه داخل خانه میکنم. داخل خانهش میبرم میمانم. وقت میخواه که اجازه بگیر از این کم پیرزن، میگه بیا اینجا من یک توصیه‌ای بری تو میکنم، تو برایم نیکی کردی، من تو را یک وصیتی میکنم، یک نصیحتی میکنم برایت. میگه چی نصیحت میکنی؟ میگه گوشت را پیش کن. پیامبر علیه السلام خود را نزدیک میکنه، میگه با خبر باش جوانی خوش اخلاق معلوم میشی، جوانی بسیار با دیانت معلوم میشی، جوانی که واقعا مثل تو اور جوان کم پیدا میشه، اما نمیشناسه که پیغمبر خدا هست صلی الله علیه و سلم. میگه در مکه یک کسی پیدا شده، اون میگه که من پیغمبر هستم، اون میگوید که برای من قرآن نازل شده، اون میگوید که من رحمت للعالمین هستم، اون میگوید که من در روز قیامت شفاعت میکنم امت خود را، اون میگوید من نماینده و سفیر الله در روی زمین هستم، اون میگوید که ختم نبوت بالای من شده، اون میگوید لوای هم در روز قیامت به دست من داده می شود، اون میگوید اذن شفاعت برای من داده می شود.
اون خود را پیغمبر میگوید، در حالی که یک ساحر است، یک جادوگر است، یک دیوانه است. گوش کنی جوان، و گفتی از اون نکنی مقصد. وصیت ما، توصیه ما برای تو امین است. و انک لعلی خلق عظیم، ای محمد تو دارای خلق عظیم هستی. یک کسی را که الله تعریف بکنه، الله تمجیدش بکنه، الله او را به قرآن خود تعریف بکنه، او چی می باشد؟ میگه آیا چیزی اجازه است من بگویم؟ میگه بله ها بگو. میگه امون جوانی که تو ساحر میگویی، تو جادوگر میگویی، تو اون را دیوانه میگویی، امون جوان من هستم، من محمد هستم، من پیغمبر آخر زمان هستم. این کمپرزن کافره هست، به یک آواز صدا میکنه اشهد ان محمد رسول الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. گواهی میدهم که الله یک تاست، غیر از او معبودی دیگری نیست، و تو محمد خدا هستی، محمد رسول الله هستی، پیغمبر آخر زمان تو هستی. ببینین اخلاق قلب یک کافره را شکار میکنه و او را مسلمان میکنه و او را به دین اسلام میگه من نشناختم. الله تبارک و تعالی خلق عظیم برای ما شما نصیب بگرداند. الله به برادر و خواهر و تمام مسلمان ها خلق عظیم نصیب بگرداند. برادرای عزیز، تمام عبادت های ما سرمنچه میگیره و ریشهش و بیخش و ثمرهش اخلاق میباشد. من یک دوسته داشته مثال میدهم. مثلا ما شما در این مسجد آمدیم، به خاطر نماز آمدیم، به خاطر سجده آمدیم، به خاطر رکوع آمدیم، به خاطر دعا آمدیم، به خاطر تقرب الی الله آمدیم. الله میگوید و اقیم الصلاة، شما نماز را بخوانید، نماز را بخوانید. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، به تحقیق امین نمازی که شما میخوانید شما را از فحشا، از منکر، از بی‌حیایی، از بد اخلاقی شما را منع میکند. یعنی ثمره نماز ما این است که ما را از بد اخلاقی منع میکند، ما را از سخنهای زشت، ما را از غیبت، ما را از دروغ، ما را از چل و نیرنگ و فریب، ما را از زنای چشم، ما را از ظلم دست، ما را از بیراه بودن پای منع میکند. این نماز است. و اقیم الصلاة، گواهی میدهم که الله یک تاست، غیر از او معبودی دیگری نیست، و تو محمد خدا هستی، محمد رسول الله هستی، پیغمبر آخر زمان تو هستی. ببینین اخلاق قلب یک کافره را شکار میکنه و او را مسلمان میکنه و او را به دین اسلام میگه من نشناختم. الله تبارک و تعالی خلق عظیم برای ما شما نصیب بگرداند.